لیلی آش نظری میداد. مجنون فهمید به رفیقش یه کاسه سفالی داد، گفت برو برا منم بگی بیار من آش لیلی بخورم پرواز کنم. کاسه خودش رو که پر کرد گفت اینم پر کن. گفت برای کیه؟ گفت برای مجنون. گرفت کاسه رو خورد کرد. با شرمندگی اومد پیش مجنون گفت بیا. مجنون گفت چیکار کردی؟ گفت که دهنم در رفت گفتم برای تو میخوام زد شکون. دید مجنون میخنده شاده. گفت ناراحت نیستی؟ نه با من کار داره. اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکستیدی؟ پادشاه وقت گفت که برید در 7 اقلیم قصه عشق و عاشقی لیلی و مجنون پیچیده بیار ببینی اینا کیان. رفتن آوردن مجنون رو. مجنون چرا بهش گفتن مجنون؟ چون از بس که عاشق بود به جنون زده بود. شاه گفت بگو بیاد. مجنون اومد گفت که بگید لیلی هم بیاد. لیلی اومد گفت میگم برید بگید لیلی بیاد. گفتن اعلی حضرت لیلی همین دختره. تا دید گرخید. گفت لیلی تو اینه؟ یه دختر چهره معمولی که خاک بر سره. زشترین کنیز دربار من لیلی تو خوشگلتر بعد دلبین دادی. گوی پادشاه ای قبل عالم، نگاه من به لیلی چونان جام شرابی است که شما را نظر بر جام است و مرا نظر بر شراب. من از آن شراب می نوشم و مست می شوم. عشق اینجوری بود، نه که عشق امروزی او دو خیایی.